فرصت ها رو غنیمت بشماریم، فرصت ها رو فوت نکنیم، از دست ندهیم. فرصت ها با 3 دلیل و 3 علت فوت می شوند. اولین عامل از دست دادن فرصت ها نخواستن من و توست. وقتی نخواستیم نتونستیم. هر کسی نخواست فرصت رو از دست داده، نمیتونه. نخواستن مقدمه است برای نتوانستن. اگر خواستیم میتونیم. وقتی تونستیم به خدا میگیم خدایا کمکمون کن. میتوانم چون که میخواهم، میتوانم چون که میخواهم، خدایا یاریم کن. چقدر زیباست. میتوانم چون که میخواهم، در نتیجه فرصت از دست نمی رود و فوت نمی شود. با نخواستن خودمون فرصت ها رو 1 از دست می دهیم. 2 با مرگ رسیدن اجلمون فرصت ها رو از دست می دهیم. هر کسی اجلش رسید فرصت از دستش فوت شده. چرا میگن فلانی فوت شد؟ یعنی فرصت های خوب رو از دست داد. و 3 با دمیدن سور اسرافیل. اسرافیل سور و بوق از خداوند گرفته، تحویل گرفته، منتظر اذن خداست و دستور خداست که در سور بدمد. و اگر نفخه واحد، اولین نفخه دمیده شد، اون بهش میگن نفخه فزع، همه انسان ها به وحشت میافتند. دومین دمیدن اسرافیل نفخه صعق است، یعنی بیهوشی. سومین دمیدنش فاذا هم قیام ینظرون، دمیدن قیام هست. همه خلایق در دشت محشر قیام میکنند. رب العزت و الجلال متجلی میشود، میزانو میگذارند. پشت سر دنیا، زیر پات زمینه، از زمین در آمدید. وقتی که سور سوم دمیده می شود، سور قیام است. همه انسان ها لخت مادرزا از زمین بلند می شوند. زمین عوض می شود، آسمان عوض می شود. و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده، کوها و زمین در هم کوبیده می شود. و انشقت السماء فهی یومئذ واهیه، آسمان در هم کوبیده می شود، انشقاق پیدا می کند، دیگه متماسک نیست، ضعیف می شود. فیومئذ وقعت الواقعه، در اون روز رخداد بزرگی که به ما می گفتن قیامت هست رخ می دهد. ما می گفتیم که از اون دنیا برگشته. با دمیدن سور اسرافیل سومین فرصت از دست می رود، درهای توبه بسته می شود. پس نخواستن 1 فوت فرصت هست. اجل هر کدوم از من و تو 1 فوت فرصت هست. سور اسرافیل دوباره فوت فرصت هست. و خدا نکنه که ما بیدار نشویم مگر با حضور اسرائیل یا ملک الموت و دمیدن سور اسرافیل. این دیگه خاتمه بدی است، فرجام خوبی نیست. جهنمو میارن، 70,000 زمام داره، هر زمامی 70,000 ملک گرفته، همینجور میکشنش، به زور میارنش اونجا مستقرش میکنن. الله متجلی شده، میزان گذاشته شده، زیر پات زمین، پشت سر دنیا، از دنیا آمدید. جلو جهنم 70,000 ضرب در 70,000 بزن. چند میلیارد ملائکه جهنم رو میارن. در سوره ملک گفته شده که تکاد و تمیز من الغیظ، خودشو تکه تکی میکنه از خشم و غضب. اونجا دیگه کسی نفس نمیکشه، همه مات و مبهوتن. لخت مادرزا از قبرشون بلند شدن، کسی
توجه به عورت برادر و خواهری که در کنارش نمیکنه، اصلا نمیبینه عورتشون، همه مکشوفه. بهشت بعد از جهنمه. روزی که همه عرضه میشیم بر خدا، هیچ پوشیده نیست. خداوند وقتی که بندگان همه در دشت محشر عاصی و مطیع، کافر و منافق و مؤمن همه به صف میشن، توسط فرشته خدا صدا میزند، امر میکند سجود. خداوند در دشت محشر همه متجلی شده، امر صادر میشه سجود، سجده بکنید. اونهایی که در دنیا با رضایت کامل و قناعت کامل خم می شدن، خودشون رو به زمین مینداختن و میگفتن سبحان ربی الاعلی، همونطوری که در دنیا سجده میکردن در آخرت تا گفت سجود همه میافتن سجده میکنن. اما یه عده‌ای همینجور کمرشون یک دست شده، مفصلهای ستون فقرات کمرشون یک دست و یک تخته شده، خم نمیشه. منافقین و کفار هر کاری میکنن که وقتی گفت سجود سجده بکنن، هی یه مقداری خم میشه دوباره راست میشه، نمیتونه. یه عده‌ای سجده کردن اما اینها نمیتونن. یوم یدعون الی السجود، نمیتونن. دعوت به سجده میشن، نمیتونن خم بشن. شناخته میشن که اینها در دنیا تواضع و سجده برای خدا نداشتن. در همین اثنا مثل برق خداوند حساب و کتاب میکشه، همه عرضه میشن اعمالشون بر خداوند. مؤمنین ایستادن، امید رحم خدا دارن. کسی که در آخرت، کسی که در دنیا رحم نشود و تنها رحم خدا در دنیا دین خداست، کسی که با دین خدا و دستورات خدا و برنامه‌های خدا و عقیده و توحید و اعمال صالح در دنیا و خدمت به خلق خدا رحم نشد، انتظار رحم خدا در آخرت نداشته باشد. در همین اثنا که همه ایستادن، مؤمنین هم امید به رحم خدا دارن، یک دفعه از پشت سرشون یک دفتری یا کتابچه‌ای پرواز میکنه، از پشت سرش یا جلوش میاد تو دست راستش. همه ایستادن، یک دفعه تا چشم باز میکنه که اعمال نامش در دست راستشه. رب العزت الجلال هم متجلی شده و الملک علی ارجائها، جنس ملائکه اطراف آسمان همینجور حلقه زدن، چون آسمان ویران شده، زمین ویران شده، کوه ها متلاشی شده. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. تا احساس میکنه که دفتری تو دست راستش قرار گرفت، بلا فاصله فریاد میزنه فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها اقرؤوا کتابیه. تا احساس کرد که اعمال نامش تو دست راستشه. از کجا آمد؟ از پشت سرش، از جلوش، از دست راستش، از هر طرف آمد تو دست راستش قرار گرفت. فریاد میزنه ای خلایق ها اقرؤوا کتابیه، متوجه من بشید. اینها تنبیه، توجه، التفاته. چرا به من توجه نمی کنید؟ اعمال نامه منو بخونید. من قبول شدم، رستگار شدم، خدا منو رحم کرد، از تقصیرات هم گذشت. ها اقرؤوا کتابیه. بعد استدلال میکنه انی ظننت انی ملاق حسابیه، چون من در دنیا که بودم گمان داشتم. این گمان به معنی یقینه. یقین داشتم که فردایی هست، قیامتی هست، حساب و کتابی هست، عدل الهی هست، رب العزت والجلال هست. در دنیا طغیانگر نشدم، سرکش نشدم، نافرمان نشدم، طوق عبودیت و بندگی رو از گردن در نیاوردم.
من عبد تو هم، تو رب منی. هر کجا که باشم ها مقرؤ کتابیه اینی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشة راضیه. خداوند میگه اون در یک زندگی رضایتمندی است. وقتی که پیامبر مسجدش رو در مدینه شالوده گذاری میکرد، پیامبر خشتی رو به کول کشیده بود. حضرت حمزه متوجه شد که پیامبر خشتی رو به کول کشیده داره میاد، رفت به طرفش گفت یا رسول الله به من بده، تو داری کار میکنید. گفت منم میخوام رحم بشم با مشارکت در بنای خانه خدا. و یک رجزی به اونها، یک نشید به اونها یاد داده بود که همینطوری که دیوار و شالوده مسجد پیامبر رو در مدینه کار میکردن صلی الله علیه وسلم، با هم رجزخوانی میکردن اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. خدایا هیچ زندگی رضایت بخشی نیست که هم خودمون راضی باشیم هم تو از ما خوشنود باشید، مگر زندگی آخرت که به آخرت وصل بشه. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب فاغفر للانصار والمهاجره. خدایا پس انصار و مهاجری که دست به دست هم دادن برای نصرت دین تو، به خاطر تحقق بخشیدن اخوت و برادری به خاطر خدا، من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. همه چیزمونو خدایی بکنیم، دوستیمونو خدایی بکنیم، تا هیچ موقع گله نکنیم. انسان به سه علت تلاش میکنه، یا به خاطر مال و منال و شهرت و تعریف و تمجید مردمه، این خسته میشه، افسرده میشه اگه تعریفش نکردن، اگر به آرزوهاش نرسید، اگر حقوقش ندادن. یک عده‌ای به خاطر دلشون کار میکنن، اینا یک کمی بهترن، اما گروه سوم به خاطر خدا کار میکنن، به خاطر خدا دوست میدارن. براشون مهم نیست این لباسش بده چی باشه، این لباسش عربی باشه، این لباسش چی باشه، این جوان باشه، این بزرگ باشه، پیر باشه، سرخورده باشه.